لبلنداهیان قلمونه لسر سینوره دنافبرا سوریه و لبنانه ده شرک گران بر دوام دکه و هات گوتن کو چار چکدارن دن این حزب الله لبنانی ده شره درنگیا شوابوری ده هاتن کشتن. لگوره چالگوانین اپوزیسیونا سوریه شوابوری شرکی گران دنافبرا چکدارن اسلامی و ین جبهت النصرة لآلیه کیو چکدارن حزب الله و هزین ارتشا سوری لآلی کی دن لقلمونه درکت. هاد گوتن که حتی نها حفظه چکدارن حزب الله ده شره لقلمونه ده هاتنا کشتن. لحزب الله اف هجمار بفرمی بلاف نکرنه. چکدارن حزب الله و هزین ارتشا سوریه هول ددن. که چکدارن اسلامی دبن ناوه جیش الفتح ده شر بکن. گوج نافچین قلمونه ین لسر سینوره دنافورا سوریه و لبنان ده به تمامی درخینن. لآلیه که دن شر دنافورا چکدارن جیش الفتح و هزین حکومت سوریه دناوان خوشخانه یا باجاروک جسر الشغور یه بسر پارزگاه ادلبه ده بر دوام دکن. لگوره چالگوانین اپوزیسیونا سوریه لگند القنیه گریدای به باجاروک جسر الشغور ده انجام بمباران ارتشا سوریه ده 10 کس هات نکشتن و 24 کسین دنجی بریندار بون. هر وها دسته گشتیا شورش سوریه را گهاند که ده انجام شروع پفچونین نافچه قلمونه ده 25 چکدارن حزب الله لسر دسته چکدارن جیش الفتح این اپوزیسیونا سوریه هات نکشتن و 10 چکدارن دنجی هات ندیل کرن. دسته شورش دیار کرد که کتیبه جیش الفتح ریل بر در باسبونا میلیشیات حزب الله گرتن و نهشتن که چکدارن حزب الله در باسی ناوا گنده و نافچه ببن. تزانین جبری چند روزا شرکی گران دناورا هزین اپوزیسیونا سوریه و چکدارن حزب الله لبنانی و هزین ارتشا سوریه لقلمون دقومه و حزب الله گلک بزاف و آلیکاریان لگل هزین حکومت سوریه دکه داکو بکاربن و نافچه کنترول بکن و یکینین اپوزیسیونه جو نافچه درخینن لحتا نها نکاری نه بکن آرمان جخواه و راستی گلک زیان و شکستنان هاتنه.